یکی از شخصیت‌های شرق آسیا از مسئولین درجه 1 اومده بود دیدن من. همه حرفش این بود، خلاصه حرفش این بود که آقا ما ازلا اومدیم بگیم با شمایی. مثل این خانومایی که صبح میرن زنبیلو میذارن تو صف شیر، این اومده بود زنبیلو بذاره که آقا ما هستیم با شمایی، ما مشتری شمایی. گفتن خیلی جای خوبی خورده، معلوم خورده و عصبانی هم و دارن درد میکشن. بلکه دوستان میگفت بابا به اینا بگید همونجاتون که میسوزه روش آب بریزید. چرا به یه جای دیگه آب میریزید؟ اونجا آب بریزید. این چجور حرف زدنه؟ خجالت نمیکشی؟ حیا نمیکنی؟ صحبت شما میگه ادبیات جدید وارد فوتبال ما شد. این خودش خیلی من فکر می‌کنم نکته، اگه بخوام یه نکته مثبت حداقل یعنی تنها یک نکته مثبت اشاره بشه به این ورود این ادبیات جدید به فوتبال ما بود که من فکر می‌کنم خیلی رو جذب شما کرد. یعنی از هوادار استقلال گرفته تا کسی که اصلا فوتبال رو دوست نداره، همین ادبیات شاید براشون نو بود، جالب بود. دیدم یه مش آدمای کوتاه نظر اینقدر احمقند توصیه های علی را آویزه گوش خود کنید، مبادا به دشمن دشنام دهید، کلمات رکیک نگویید. اینقدر احمقند قیافه روشنفکری میگیرن به اندازه بزغاله هم از دنیا فهم و شعور ندارن. خداوند فرموده که شما هیچ وقت ناسزایی بر زبان نیارید، حتی اگر اون نسبت به کافران باشه. پس بیایم زبانمون اول درست بکنیم. وطن من وطن